عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفت که اکثریت دیسرتاسیاهایی که رد کرده میشوند با گناه کاتبان علمی شوراهای دیسرتاسیونی سر میزند. عبدالحکیم رازیق‌زاده تاسف خورد که با وجود گذراندن سمینار و مشورت‌ها با کاتبان علمی شوراهای دیسرتاسیونی آنها به طلبات رعایت نمی‌کنند و کارهای علمی را خوب از نظر نمی‌گذرانند. کاتبان علمی شوراهای دیسرتاسیون نمی‌جه با سمینار مشورت دعوت کرده می شود، فهمانده می شود، ولی متاسفانه اکثریت دیسرتاسیون هایی که می گردند با گناهی با عیب انامین کاتبان شورای علمی می گذارند. دقیق نمی خوانند، طلبات و رسمیات رعایت نمی کنند، هرچند باید که در روی میزشان باشند. به همین خاطر من ببینید من قریب همه مکتب‌های عالی در واخوری سال سپری شده واخوردیم به واسطه از درخواست و مثلا آن سوال و نافهمیایی که داشتن در جایش مطرح کرده ایم، لیکن با وجود این طلبات و رسمیات رعایت نمی‌کنند. همزمان عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی در نشست خبری بیان داشت که برخی از عالمان ما کار کمیسیه را یک نوع آسانی کار می‌دانند که این مطلقا غلط میباشد. عبدالحکیم رازیق‌زاده اینچنین مسئله‌های را به مثل رفت شوراهای دیسرتاسیونی در مدت کوتاه حمایت کارهای علمی و با شاگردان کم کار کردن عالمان را نام برد که بهبودی را طلب می‌کنند و از اعضایان شوراهای دیسرتاسیونی خواهان جدیت میباشند. از همه مهم آن که بعضا عالمان کشور تأسیس کمیسیه ملی مانند یک نوع آسانی کار معنی داد کردند. خیر کمیسیه خودمان است، هر کار شاید گذرد. من همین فکری باطل است. برای همین بعضا میبینید اسماعیل دوان بعضا کارها در مدت کوتاه و حمایت میآید که ما البته از این پیشگیری میکنیم. دیگر چی که امروز هم به مشاهده میرسد و این کار بهبودی میخواد، سطح و صفت دیسرتاسیونی که در شوراهای دیسرتاسیونی حمایت میشوند، بعضا دیسرتاسیون رو در شوراهای دیسرتاسیونی درست محاکمه نمیکنند، مقرضان تا آخر نمیخوانند. راهبر دیسرتاسیون چرا با شاگرد کار نمیکنه؟ دیسرتاسیون اینجا میآید بعد کمبودی‌هاش آشکار میشود. برای این روندم بهبودی میخواهد. اینچنین عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی حالت ساحه صنعت کوهی به اصطلاح گیولوژی را در کشور نگران کننده نامید. او گفت که خصومت و ناتوانبینی برای رشد این ساحه امکان نمیدهد و سن و سال متخصصان این سمت الکی از 80 گذشته است. بین یکدیگر اتفاق نمی آید، مراسم نمی کنند. بعضا شاگردها از مناسبت و از ناتوانبینی بین عالمان جوانا از این اذیت کشیده شدن که خیلی نگران کننده است. یک ساحه داره که الکی برای جمهوری آینده ما تحلیل داره خیلی 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 نگران کننده و خیلی الکی مشکلات پیش می آید. ساحه صنعت کوهی 93% مملکت ما را کوه تشکیل می کند. گویگری هایی که در مملکت ما هست انتظار محققان از خود کردن به نفع خلق و کشور استفاده بود کی میکنه متخصص، ولی این ساحه سین سالشون از حتی 80 برسیده دکتر نمیمونن که یک نفر دیگر حمایت کنه. بسیار بسیار علم آور است. دیسرتاسیون وارد نشده است که از کفوش علاقه ارزش کوید. یک دیسرتاسیون سمت گیولوژی 2 سال مطرح کرده. اینجا نمیخواهند بردیم از خارجه من روان کردم، اکسپرتیزه کردم، مثبت ارزیابی کردم، ولی اینجا من همین خصومت و ناتوانبینی. طبق اطلاع مسئولین کمیسیه عالی اتستاسیونی سال گذشته 161 درخواست از جانب کمیسیه برای دریافت عنوان علمی رد شده است و 42 درخواست دیگر در حال بررسی قرار دارند. به تاکید رازیق‌زاده در سال 2022 745 درخواست به کمیسیه وارد گردید که از این میان 82 عدد آن برای دریافت عنوان پروفسوری بود. گفته شد که از این تعداد تنها 539 درخواست خانه گردانیده شد که
58 عددی آن برای دریافت عنوان پروفسوری میباشد. از این برمیآید که از جانب کمیسیای عالی اتستاسیونی 24 درخواست برای دریافت عنوان پروفسوری رد کرده شده است. مورد ذکر است که عبدالحکیم رازق‌زاده در نشست خبری اینچنین ارائه داشت که تمایل دیگری که خیلی خطرزا بوده کمیسیه را بی‌طرف گذاشته نمیتواند سویه پست و دانش قضایی نداشتن بعضی از داوطلبان میباشد. او گفت که چنین تمایل نیز به مشاهده میرسد که موضوعهای تحقیقات علمی چندان مبرم نبوده از زبان روسی ترجمه یا از خط فارسی برگردان شدند. همزمان او گفت که از شماره عمومی دیسرتاسی‌های تا امروز حمایت شده تنها 349 دیسرتاسیا در ساحه علم‌های طبیعی، متماتیکی و تکنیکی میباشد که 19.9% تمام دیسرتاسیاهای در کشور حمایت شده را تشکیل می‌دهد. پروین سمندرزاده، رادیوی تاجیکستان.